доктор Зокир, ба ҳар ҳол муқаддимаи мо ба ин мавзӯъ бидуни тавзеҳоти шумо аз истилоҳоти муайян нотамом хоҳад буд. метавонед пеш аз ҳама маънои худи истилоҳи Рамазонро ба мо фаҳмонед? الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. کلمه رمضان از کلمه عربی رامیده و یا الرامت گرفته شده. معنایش گرمای تفسان، سوزان و خشکسالی می باشد. آن اینچنین از کلمه عربی رامده گرفته شده است که معنای ریگی از آفتاب سوزانده شده را دارد. طبق بعضی از اصطلاحات کلمه رمضان بعضا وقت احساس سوزش شدید در معده را افاده می کند که از تشنگی به وجود می آید. هنگامی که مسلمان روزه می دارد، او احساس تشنگی را می کند که در نوبت خود او را به احساس کردن سوزش در معده آورده می رساند. انا همین را رمضان می نامند. در برابر این کلمه رمضان معنای دیگر نیز دارد و این آن است که زمانی که عملهای نیک گناه و بدی مسلمانان را می سزاند. از این رو ماه رمضان ماهی است که در آن گناه ها سزانیده می شوند، چنان که زمین در زیر تأثیر آفتاب سوزان می شود. گذشته از این حرارت بلند به تبدیل و تغییر قریب که همه نمود شکل ماده ها و ماتریه ها مساعدت می کند. همین طور رمضان برای تغییر، تجدید و از نوسازی جنبه های معنوی و اخلاقی انسان مساعدت می کند. برای همین ما اصطلاح رمضان را استفاده می بریم.